صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، خسته نباشید. شادی و آرامش و محبت خدا یکتا پدر آسمانی بر شما عزیزان باد و امیدوارم که در فیض او روزهای خود را به سر بیاورید. برنامه این ساعت را با دعا آغاز می‌کنیم و سپس از کلام مقدس تورات آیات را براتون می‌خوانیم و امیدوارم که با شنیدن پیام خداوند خود را تسلیم کلام خدا کرده آن را نه فقط بپذیرید بلکه از آن اطاعت کنید. زیرا ایمان بسیار مهمه، اما باید ایمان ما ایمانی زنده باشد. کلام خدا به ما میگوید که اگر ایمان داشته باشیم ولی مطابق ایمانمون عمل نکنیم، ایمان ما ایمانی مرده محسوب میشه. ما بایستی ایمانی زنده داشته باشیم تا بتوانیم خالق خود را خوشنود سازیم. پس بیایید قلب‌های خود را معطوف به خدا یکتا نموده و دعا کنیم. در پرتو رحمت و عنایات سماویت ای خدای ازلی و ابدی، به درگاه تو آمده و تو را که شایسته پرستش و عبادت هستی می ستاییم و پرستشت می کنیم. من تو را شکر می کنیم ای خدا یکتا که این فرصت را به ما دادی تا تو را بشناسیم و به تو نزدیک شویم. پروردگارا، روز خود را با نام تو آغاز و پایان می رسانیم و استدعا می کنیم که در این ساعت تو ما را یاری بده تا از کلام مقدست چیزهای عجیبی رو بیاموزیم. این دعا را به نام شفیع و منجی زنده بشریت عیسی مسیح می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی تورات مقدس، برنامه از صدای انجیل. ایزد یکتا از روی کرم و لطف و مهربان خود از طریق موسی فرامین و قوانین آسمانی را عطا می کند تا طریق و راه زندگی درست و کامل را و از همه مهمتر مقبول پسند خود را دانسته و با مطیع بودن به آن در عنایات و فیض و سلوک نموده و اراده خدا را در زندگیمون به جا بیاوریم. در کتاب تثنیه که 5مین قسمت از تورات مقدس است، شریعت و تعلیمات آسمانی را موسی به نسل جدیدی از قوم بنی اسرائیل که آماده ورود به سرزمین موعود بودند عطا می کند و راه سعادت و خوشبختی را هم برای آنها و هم برای سایر انسانها، همچنین برای سرزمین و مملکت را آشکار می کند. این است برگزیده چند از دستورات خدا که در کتاب تثنیه فصل 5 آمده است. دستورات که امروز ما آن را 10 فرمان می نامیم و پایه و اساس قانونهای تمام کشورهای آزادمنش می باشند. در زمان موسی تنها ملتی که به یک خدای واحد ایمان داشتند همانا ملت یهود بود. بقیه کشورها مخصوصاً کشورهای مجاور بت پرست بودند. برای همین است که در فصل 5
ملاحظه می‌کنیم که از کتاب تثنیه خداوند توسط موسی بارها و بارها قوم یهود را خطاب کرده و آنان را از بت پرستی برحذر می‌دارد و می‌فرماید که آنها حق ندارند هیچ چیزی رو چه در آسمان، چه در زمین، چه در زیر زمین است و چه در دریا پرستش کنند جز او. فقط یک خداست و بایستی او را با تمام وجود پرستش و ستایش کرد و امر می‌کند که انسان هرگز در برابر هیچ موجود دیگری سر تعظیم فرود نیاورد. یعنی جز خدا یکتا هیچ چیزی را نبایستی پرستش کرد. گوش کنید به کلام خدا که از آیه 7 فصل 5 از کتاب تثنیه براتون میخونم. میفرماید تو را به حضور من خدایان دیگر نباشد. به جهت خود صورت تراشیده یا هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان یا از آنچه پایین در زمین یا از آنچه در آبهای زیر زمین است مساز. آنها را عبادت و سجده منما، زیرا من که یهوه خدای تو هستم خدای غیورم. جز خدا یک خدای واحد هیچ خدای دیگری وجود نیست و بدین وسیله اعتقاد و ایمان به وحدانیت خدا یکتا اساس و بنیاد کتاب مقدس را تشکیل می دهد. کتاب مقدس تعلیم می دهد که خداوندی که قادر مطلق و بی‌نظیر و بی شریک و بی همتاست خدای مهربان است و این خدای یکتا همه هستی ها را از نیستی به وجود آورد و این خداوند امروز کلام خود را برای سعادت و خوشبختی و نجات بشر عطا کرده و کتاب مقدس کلام زنده و جاودان خدا می باشد. دوستان عزیز خدمتتون عرض کنم که نه فقط ما باید فقط یک خدا را پرستش کنیم و قبول بکنیم که جز او هیچ خدای دیگری نیست و همه هستی ها و نیستی از اوست، بلکه باید نام او را نیز محترم شمرده و او را مقدس بدانیم و بیهوده اسم قدوس خدا یکتا را بر زبان نیاوریم. به طوری که در آیه 11 دستور خداوند این است، میگوید نام یهوه خدای خود را به باطل مبر. نام یهوه خدای خود را به باطل نبر، زیرا خداوند کسی را که نام او را به باطل ببرد بی گناه نخواهد شمرد. ای عزیزان، این آیه بسیاری از ماها را محکوم می کند. چرا؟ چون خودمون میدونیم که چقدر در زندگی روزمره برای اینکه حرف خود رو ثابت کنیم و یا اینکه خود را بیگناه بشماریم و یا حتی بدون دلیلی اسم خدا را همیشه به کار میبریم و در واقع نام مقدس او را با به کار بردن بیهوده تحقیر میکنیم. حضرت پولس رسول در رساله‌اش به رومیان میفرماید که همه ما گناهکاریم و بعد اضافه میکنه که دهان مردم از لغات زننده و تحقیر آمیز پر است و میگوید که همه گمراه و جمعاً باطل گردیدند، گلوی ایشان گور گشاده است و به زبانهای خود فریب میدهند و دهان ایشان پر از لعنت و تلخی است. و متاسفانه از همین دهانی که پر از لعنت و تلخی و کفر و فوش و لغات بده انسان خدا را حمد و ثنا میگوید. راستی لحظه‌ای تأمل کنید، ببینید از همین دهان که فوش و بد بیرا و تهمت و دروغ و چیزا بیرون میاد، جملات زننده هر روز به کار میره بیرون میاد از این دهان، از همین دهان هم بشر داره خدا را حمد و ثنا میگوید. راستی خیال میکن که خدا چنین حمد و ثنایی را میپذیرد؟ خدا بر ما ترحم کند که اینطور نباشیم. دوستان عزیز، لزومی ندارد در مورد اثبات این آیه چیزی به شما بگویم. چرا؟ چون خودتون همین الان اگه برید توی خیابون و یا سر کوچه و به حرفای مردم گوش بدید میبینید که صدها بار اسم خدا را بیهوده به کار میبرند. شاید ندانسته و نخواسته از زبونشون همینطور اسم خدا بیرون میاد و بدین وسیله نام مقدس خدا یکتا، خدای قادر مطلق، خدای مهیب و قدیر و سرمدی تأخیر میشمارند. خداوند میفرماید احترام مرا حفظ کنید، احترام نام مرا داشته باشید و بی خود آن را برای قسم خوردن های دروغ به کار نبرید، زیرا بی حرمتی به خدا تلقی میشه و خدا آن را گناه میداند و گناه هم سزای بدی داره. دوستان عزیز، عیسی مسیح خودش برای همین بود که به ما تعلیم داد، گفت هرگز شما قسم نخورید، زیرا اگر قسم بخورید و وفا نکنید مرتکب گناه شده اید.
در عوض میگوید حرف شما بلی باشه و نه، زیاده از این شریره. دوستان، خداوند نگفته است که ما قسم بخوریم، بلکه شیطان قسم خوردن را برای انداختن بشر در گناه مورد استفاده قرار میدهد. در فارسی اصطلاحی داریم که در اینجا مصداق پیدا میکند که میگوید گفتی باور کردم، اصرار ورزیدی شک کردم، قسم خوردی دانستم دروغ میگویی. خدا بر ما ترحم کند که ما نام قدوس خدا را در زندگیمون بی حرمت نسازیم. آیه 12 فرمان دیگر خداست، می‌فرماید روز سبت را نگاه دار و آن را تقدیس نما، چنان که یهوه خدایت به تو امر فرموده است. 6 روز مشغول باش و هر کار خود را بکن، اما روز هفتمین سبت یهوه خدای تو است. در آن هیچ کاری مکن، تو و پسرت و دخترت و غلامت و کنیزت و گاوت و الاغت، همه بهایم و مهمانت که اندرون دروازه های تو باشد مثل تو آرام گیرن. و به یاد آور که در زمین مصر غلام بودی و یهوه خدایت تو را به دست قوی و بازوی دراز از آنجا بیرون آورد. بنابراین یهوه خدایت تو را امر فرموده است که روز سبت را نگاه دار. دوستان عزیز، این قانون یعنی 1 روز استراحت در هفته را خدا به 2 دلیل به قوم بنی اسرائیل عطا میکنه. گذشته از اهمیت استراحت و نیاز طبیعی بشر به آن، اول خدا در کتاب پیدایش امر می‌فرماید تا این روز را نگاه دارند. چرا؟ چون یادآور خلقت آسمان و زمین و انجام آن در 6 روز میباشد. زیرا خدا آسمان و زمین و تمامی خلقت را در 6 روز به وجود آورد و در روز هفتم از آنچه که خلق کرده بود آرامی یافت. پس اول برای اینکه یادآور خلقت خدا در 6 روز باشه و نیاز بشر به استراحت، و دوم از آن جهت خدا امر می‌فرماید که قوم بنی اسرائیل روز سبت یا شنبه را استراحت کنند، چون رابطه بین و ارتباط بین خدا و قوم بنی اسرائیل مخصوصاً در نسل‌های آینده آشکار و واضح باشه. زیرا می‌فرماید در این روز استراحت کن و به یاد آور که در زمین مصر غلام بودی. به خاطر بیار که زمانی تو برده و استراحت بودی ولی حالا آزاد شدی و خدا تو را آزاد کرده است. یعنی همیشه به خاطر بیاور که کی بودی و چگونه خدا از روی کرم و محبت خودش تو را از بندگی و غلامی مصریان رهانیده. به زبان دیگر خدا از آن جهت امر به استراحت می کند تا بشر فارغ از مشکلات روزمره درباره خدا تفکر کرده و کارها و قدرت و الطاف و کرم او را به خاطر آورد و او را پرستش و ثنا گوید. و ای عزیزان، از آن زمان تا به حال یهودیان روز شنبه را به عنوان روز استراحت برگزیدند و جالب اینجاست که تمام 10 فرمان تورات در انجیل هست مگر این فرمان که روز سبت را مراد نمی‌کنند مسیحیان. چرا؟ زیرا این دستور در اینجا ملاحظه می‌کنیم که مخصوص قوم یهود بود و به کلیسای عیسی مسیح داده نشده. در عوض مسیحیان همیشه روز اول هفته یعنی یک شنبه رو، روزی که عیسی مسیح از مردگان قیام نمود، رو روز پرستش و استراحت خود برگزیدند تا یادآور رستاخیز عیسی مسیح از مردگان باشه و در این روز با استراحت و پرستش خدا حضور او را در کنار خود مشاهده نمایند و دائما قیام و رستاخیز عیسی مسیح که علامت پیروزی او بر ابلیس است را به خاطر آورده و خدا را شکر کنند به خاطر اینکه توسط عیسی مسیح آنان نیز بر شیطان پیروز شدند. آیه 16 دستور دیگر خداونده و باید گفت که از این به بعد دستوراتی که در اینجا عطا شده در رابطه انسان با دیگرانه و هم نوعان می باشه، به طوری که می‌خوانیم میگوید پدر و مادر خود را حرمت دار چنان که یهوه خدایت تو را امر فرموده است تا روزهایت دراز شود و تو را در زمینی که یهوه خدایت به تو میبخشد نیکویی باشه. دوستان عزیز، این فرمان خدا همانند دیگر فرمانهایش بسیار مهمه که باید توجه خاصی به آن مبذول داشت. خداوند به ما امر می‌کند که پدر و مادر خود را احترام بگذاریم. در مورد علت این فرمان مطالب بسیاری گفته شده که البته از برنامه ما خارجه، ولی میتوان گفت که پدر مادر در حقیقت در این عالم نماینده پروردگار و یا فرشتگانی هستند که مسئول حفاظت
کودکان هم می باشند که مسئولیت کوچکان را خدا به عهده آنها گذاشته است. خدا در قلب پدر و مادر محبتی آسمانی برای کودکان نهاده است و در ادبیات فارسی در این مورد سخنهای بسیار است. همیشه البته باید گفت که غالباً ما ایرانی‌ها درباره محبت خدایی که در قلب مادر هست و فداکاری‌های او سخنها میگیم و اشعار زیادی داریم، ولی دوستان محبت پدر هم کمتر از آن نیست. تنها شاید به خاطر کار و نوع زندگی پدر است که محبت او چندان آشکار نمی باشد و پدر و مادری که هستی خود را فدای فرزندانشون میکنن، کلام خدا میگوید این نوع پدر مادر شایسته احترام و عزت هستند و خداوند آن را مقبول دانسته و نه فقط آن را تایید کرده، بلکه میگوید کسی که این احترام را به جا بیاورد، پدر و مادر خود را محترم شمارد، از برکات الهی بهره مند شده و عمر طولانی خواهد کرد و در کارش موفق خواهد بود. به عبارت دیگر قدر پدر مادر خود را بدان و از آنها تشکر کن و احترام آنها را مراعات فرما. حضرت سلیمان نیز در تأکید این فرمان مقدس میگوید ای پسر من، تأدیب پدر خود را بشنو. تأدیب پدر خود را بشنو و تعلیم مادر خیش را ترک منما، زیرا که آنها تاج زیبایی برای سر تو و جواهر برای گردن تو می باشند. حالا که این قوم به سرزمین جدید وارد می شوند و ملتی مستقل می شوند، خدا می گوید شما پدر و مادر خود را برخلاف سایر ملت ها که احترام نمی گذارند شما محترم بشمارید، زیرا هر ملتی که این قانون را مراعات کند برکت خدا را دریافت خواهد کرد. البته هستند که پدران و مادرانی که لیاقت این نوع احترام و عزت خدایی را ندارند. برای همین است که خدا به آنان نیز اینطور میگوید، امر میکند که ای پدران فرزندان خود را به خشم میاورید، بلکه ایشان را به تأدیب و نصیحت خداوند تربیت نمایید. باید گفت که این دو فرمان همیشه همراه و هم به موازی یکدیگر قرار دارند و این اولین فرمانی است با وعده برای انسانها. در آیه 17 خدا کشتن و یا قتل کردن را منع می کند و می فرماید قتل مکن. دوستان عزیز دقت کنید، در اینجا مطلبی است که نبایستی از نظر دور داشت. قتل زمانی به وقوع می پیوندد که شخص ابتدا در مورد اجرای آن فکر کرده باشه یا نقشه‌ای طرح کرده باشه. به عبارت دیگر شخص اراده میکنه و در فکر خودش نقشه‌ای طرح میکنه که مثلا فلان شخص را به قتل برسونه، که غالباً ریشه آن یعنی ریشه این نقشه از خودخواهی و عصبانیت و خشم و تعصب می باشه. این نوع قتل دوستان با جنگ به خاطر وطن متفاوت است. خدا در اینجا کسانی که به وسیله خشم و غضب و یا حسادت مستوجب قتل می شوند قاتل می خواند که می گوید سزای این اشخاص مرگ خواهد بود. قتل نکن. در آیه 18 خدا دستور دیگری میده که باعث قتل‌های زیادی شده، مخصوصا در خاورمیانه. او میفرماید زنا نکن. نه فقط آدم نکش بلکه زنا هم نکن. گناهی که کم و بیش همه انسان‌ها آغشته به آن شدند. دوستان عزیز متاسفانه ما خیال میکنیم که شخص زانی کسیه که مرتکب عمل زنا فقط شده باشه. یعنی میگیم شخص زمانی زناکار محسوب میشه و یا زنا مرتکب میشه که عمل زنا رو انجام داده باشه. ولی اگر مثلا شخص فکر ناپاک داره و یا همیشه چشم چرانی میکنه و یا نظر به مال و ناموس مردم و زن همسایه و یا خانه و خانواده همسایه داره، این گناه محسوب نمیشه. ولی دوستان عزیز چرا خودمون رو فریب بدهیم؟ حقیقت برخلاف اینه. عیسی مسیح میفرماید من به شما میگویم که هر که دقت کنید در دل خودش در فکر خودش نسبت به زنی نظر شهوت داشته باشد او در همان دم زنا کرده است. هر که دقت کنید در دل خودش در فکر خودش نسبت به زنی نظر شهوت داشته باشد او در همان دم زنا کرده است. حالا اگر صادق باشیم متوجه میشیم که همه ما نسبت به فرمان خدا خطا ورزیدیم. دوستان عزیز کلاه خودتون رو قاضی کنید، نخواهید خودتون رو زود تبرئه کنید. در برابر کلام خدا صادق باشید. اگر صادق باشید متوجه میشید که همه ما نسبت به فرمان خدا خطا ورزیدیم و مرتکب گناه شدیم. چرا؟ چون اگر در عمل زنا شریک نبودیم جسماً
لااقل در دل خودمون زنا کردیم یا فکر زنا داشتیم و یا عمل زنا رو انجام دادید. خدا ما را از آن برحذر داشته و میگوید آن را انجام ندهید. چرا؟ چون گناه محسوب می شود. سپس در آیه 19 خداوند دستور دیگری را عطا می کند و میفرماید دزدی نکنید. این قانون هم باز خیلی از ماها را محکوم میکنه. البته درسته که خیلی ها میتوانند سر خود را بلند نگاه داشته باشند که ما تا حالا دزدی نکردیم و یا از مغازه یا منزل کسی چیزی برنداشتیم. بله ممکنه این حقیقت داشته باشیم، ولی دوستان عزیز باز عیسی مسیح معنی دزدی کردن را اینطور تعبیر میکنه که میگوید اگر فکر دزدی کردن در سرتون باشه شما عمل دزدی را انجام داده اید. برای همین است که عیسی مسیح به ما امر میکند که ریشه بدیها را از خودتون دور کنید، یعنی فکر خودتون رو پاک کنید، صاحب قلب و فکر تازه بشوید، بیایید از نو تولد شوید. برای همینه که ما مسیحیان از همه دعوت میکنیم که ای عزیز من بیا امروز از نو تولد شو، بیا به حضور خدا قلب و زندگی و هستیت رو تسلیم خدا کن تا خداوند به تو قلبی تازه عطا کند و بتوانید در پاکی فکر، در پاکی قلب خدا را پرستش و ستایش کنید و زندگی کنید. در آیه 20 و 21 دستور دیگری است که خدا یکتا برای همه ما عطا می‌کند. می‌فرماید و بر همسایه خود شهادت دروغ مده و بر زن همسایت طمع مورز و به خانه همسایت و به مزرعه او و به غلام و کنیزش و به گاو و الاغش و به هر چه از آن همسایه تو می باشد طمع مکن. دوستان عزیز در این آیه خداوند دستور بسیار مهمی را به ما می‌دهد و ما را کمک می‌کنه تا پاک و مقدس باشیم. خداوند در اینجا به ما نشون میده که طمع از بزرگترین گناهانه. در مورد طمع نشان میداد که حتی حس داشتن مال مردم و یا همچشمی گناه محسوب میشه. بله همچشمی هم گناه محسوب میشه و کدام یکی از ما میتونیم بگیم که ما هرگز همچشمی نکردیم به مال مردم، به ماشین مردم، به خونه همسایه و یا به دارایی دیگران؟ فراموش نکنید که کلام خدا میگوید طمع ریشه همه بدی هاست. طمع ریشه همه بدی هاست. هر وقت شخصی بدی میکنه اگر در عمل و علت آن توجه کنید دوستان عزیز میبینید که ریشه آن طمع بوده و حالا در عمل آشکار شده. خدا امر میکند که ای کسانی که از من پیروی میکنید، ای برگزیدگان من، طمع را از خود دور کنید زیرا عامل بدبختی شما خواهد شد. سپس موسی به این نسل جدید که به زودی از بیابانگردی آزاد شده و در منازل و شهرهای خود سکونت خواهند نمود تجربیاتی که خودش بر اثر دریافت کلام خدا داشته است را بیان می کند و به نسل جدید اسرائیل عطا می کنه که مبادا یاغی بشن و کلام خدا را در خوشی و رفاه و سلامتی به فراموشی بسپارن. به طوری که از آیه 22 اینطور می خوانیم: این سخنان را که اشاره به فرمان است خداوند به تمامی جماعت شما در کوه از میان آتش و ابر و ظلمت غلیظ به آواز بلند گفت و بر آنها چیزی نیفزود و آنها را بر 2 لوح سنگ نوشته به من داد. و چون شما آن آواز را از میان تاریکی شنیدید و کوه به آتش می سوخت، شما با جمیع رؤسای اسباط و مشایخ خود نزد من آمده گفتید اینک یهوه خدای ما جلال و عظمت خود را بر ما ظاهر کرده است و آواز او را از میان آتش شنیدیم. پس امروز دیدیم که خدا با انسان سخن میگوید و زنده است و ما الان چرا بمیریم، زیرا که این آتش عظیم ما را خواهد سوخت. اگر آواز یهوه خدای خود را دیگر بشنویم خواهیم مرد، زیرا از تمامی بشر کیست که مثل ما آواز خدای حی را که از میان آتش سخن میگوید بشنود و زنده بماند. حضرت موسی گذشته را مخصوصاً وقتی که خدا ده فرمان را به او عطا کرد و اتفاقات عجیبی که در آن لحظه به وقوع پیوست برای این نسل جدید بازگو میکنه و جلال و عظمت و قدرت و جبروت خدای یکتا، خدای قادر مطلق و توانا را که بر کوه سینا آشکار شده بود به خاطرشون میآورد و میگوید خدا در آتش که علامت داوری و پاکی و قدوسیت و قدرت با شما ای بنی اسرائیل سخن گفت. خدا در آتش با شما سخن گفت. دوستان عزیز باید بگیم و قبول کنیم که هیچ ملتی به اندازه اسرائیلی ها افتخار نداشتند که صدای خدا را بشنوند و زنده بمانند. هیچ نوشته‌ای گرانبهاتر از 10 فرمان اول که خدا به موسی عطا کرد
در عالم وجود نداشته و اسرائیلی ها آن را داشتند. چرا؟ زیرا فقط 10 فرمان خدا بود که خود خدا آن را نوشت و یا به قول معروف با دستخط خدا نوشته شده بود و خدا آن را به موسی داد. این گرانبهاترین و عزیزترین و عالیترین کتیبه بشر بود. عالیترین کتیبه و نوشته جهان بود. بقیه نوشته ها و یا بقیه گفتار خدا که پیامبران و برگزیدگان خدا با هدایت روح الهی نوشته‌اند، دوستان عزیز، آنها با دستهای خود نوشتند. آنها الهام گرفتند و آن را نوشتند. ولی این 10 فرمان اول را خود خدا اون رو با دستخط خودش نوشت. فراموش نکنید که وقتی ما میگوییم کتاب آسمانی، منظوری نیست که کتاب را خود خدا نوشته و به طور کامل و جلد شده از آسمان به زمین فرستاد. خیر، بلکه مردمان به روح القدس پر شده و با الهام الهی پیام را از خدا دریافت کردند و این مردان برگزیده خدا این پیام را به روی کاغذ نوشتند و یا به روی پوست و یا تومار و یا پاپیروس نوشتند و یا روی سنگ. ولی 10 فرمان را دوستان خود خدا یکتا نوشت. وقتی قوم بنی اسرائیل این عطیه و افتخار آسمانی رو داشتند، دانستند که لیاقت آن را ندارند. خدا مستقیما با این قوم صحبت کرد و آنها از ترس به زمین افتادند، به طوری که از موسی خواستند که به نمایندگی از آنها با خدا سخن میگوید. چرا؟ زیرا خود را گناهکار میدیدند و موسی واسطه و شفیع برای آنها میشه و صورت موسی آنچنان نورانی میشه که آنها جرأت نداشتن حتی به صورت موسی هم نگاه کنند. خدا به موسی گفت که ای موسی، به این قوم بگو که کاش که دلی رو مثل این داشتن تا از من میترسیدن و تمامی اوامر مرا در هر وقت به جا می آوردند. چرا؟ تا ایشان و فرزندان ایشان را تا به ابد نیکو باشند. خداوند در اینجا به موسی میگه که ای موسی، کاش که این قومی که الان در حضور تو هستند و به زودی وارد سرزمین موعود میشن، آن ترس اولیه، آن عزت و احترامی که نسبت به من داشتن، یعنی وقتی که جلال مرا دیدن، همیشه حفظ کنند. اگر اینطور باشه، آن وقت آنها همیشه در نیکویی خواهند بود. و سپس این فرمان را موسی به قوم بنی اسرائیل میداد. میگوید پس شما توجه نمایید و دقت کنید تا آنچه که یهوه خدای شما را امر فرموده است به عمل بیاورید و به راست و چپ انحراف منمایید، بلکه در تمامی آن طریقی که یهوه خدای شما به شما امر فرموده است سلوک نمایید تا برای شما نیکو باشد و ایام خود را در زمینی که به تصرف خواهید آورد طویل باشید. دوستان عزیز، این دستور خداوند برای همه ماست. این دستوری و دعوتی است که کلام خدا امروز از من و شما می کند که در تمامی اوامر خداوند وفادار باشید. در راهی که خداوند به شما امر فرموده است سلوک نمایید تا برای شما نیکو باشد و ایام خود را در نیکویی به سر بیاورید. خدا کند که مطیع این کلام باشید. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خدا یکتا میسپارم و با امید خدا در برنامه بعد دنباله دستورات خدا را براتون خواهم خواند. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.